هی سلام خوش اومدید ویدیو. من نایا امروز قرار با هم دیگه ادامه دارک سولز رو بریم. میدونم خیلی بینش وقت افتاده، اما یه نکته وجود. من اومدم ویندوزمو عوض کنم به خاطر یه سری از مادای الدن رینگ و دارک سولز سکیرو با هم دیگه پاک شد. شب با خودتون میگی what the fuck نایب داری چیکار میکنی با چنلت؟ این همه وقفه بین ویدیوها. بله، چون داشتم دارک سولز بازی میکردم. این سری من دارک سولز رو بدون ماد شروع کردم و تا اونجایی که قبلا رفته بودیم رفتم. واسه همین خیلی طول کشید که دوباره بخوام ویدیو رو بگیرم. به هر حال بریم سراغ ویدیو. خب این دوستان، من تا خواهر فریده اومدم، خواهر فریده رم زدم، ولی یه نکته‌ای وجود داره. من نه استاتام الان درست حسابیه. کجاست استاتامو؟ چجوری باید ببینم؟ استاتام اونقدر استاتای درست حسابی نیست. حالا می‌بینید اچ پی انقدر زیاده، با امبر انقدر زیاده و شما نمی‌دونید من چه زجری کشیدم اینا رو بزنم. به هر حال آماده‌ام برای نبرد با نیملس کینگ. شما بچه‌ها گفتید که این چون تو رو میبره به DLC دوم. ما فعلا نمیخوام بریم به DLC دوم، فعلا باید نیملس کینگ رو بزنیم. و اینکه بچه‌ها این چه گفتیه آجی، خیلی ترسناکه. یه آدم اون توه ولی بدن ماریه که مار خودش پوسیده، بعد چوب اون زیری. چه کوفته دقیقاً میشه که برای من توضیح بده. راستی اینا یادم رفتتون بگم. ویپنم لول 6. نمیدونم برای نیملس کینگ زدن اوکی یا نه. ولی یه نکته دیگه من بچه‌ها حالا نبودید بهتون بگم. من داشتم خودم بازی میکردم، یه کشف عجیبی کردم دوستان. نمیدونم شما اینجا رو دیدید یا نه، شاید دیده باشید. من فقط به خدا من ماد نزدم، جفت آیتما شده. این چیه؟ What the hell؟ بچه‌ها این زنه کیه؟ دقیقا یکی میتونه من بگه این زنه کیه و این کوه چرا همچین چیزی رو بدنشه؟ چی زهر ماریو جی؟ بعد مثل رنالاه، اصلا استایلش هم مثل رنالاه، یعنی مثل رنالا نشسته، همه چی شبیه رنالاه. و حتی چیزمون هم میکنه، ریورسمون هم میکنه که بتونیم دوباره استاتامون رو بگیریم. من استاتام واقعا نمیدونم بچه‌ها استاتام خوبه واسه این دوتا شمشیری که دست گرفتم یا نه. به هر حال کی اهمیت میده گذشته چی بوده؟ حال مهمه. قرار نیملس کینگ رو بکش. فکر کنم اشتباه رفتم. ای خدا. خب نیملس کینگ یادمه گفتید باید یه چیزی و یه حالت ایموتی و یه جایی که یه جای خاصی بود باید بزنید. فقط من امیدوارم تا اونجا زنده بمونم. احساس کنم اینجاست. بابا مردم. اینجا بود. به خدا نیملس کینگ هم اینجا بود. آره. شت. بالا. آها نه درسته، بالا فکر کردم با میرفت. اینو دوباره از دست دادم. شت. اوکی انیوی. دراگون توروس استون فکر کنم بتونم آپگرید کنم با این. خب گفتید اینجا باید ایموت اینو بزنیم، درسته؟ پس آف درا ها اینجا پشتش یا کجا بچه؟ دروغ گفتید. ایو. خب وایسا من یه ویدیو ببینم. مثل اینکه شما اونجوری که آها باید یه خورده وایس ببخشید بچه‌ها، یه خورده باید وایسی. اوکی بشینیم. اوه شه رفتیم. نیملس کینگ I'm coming. چیه میاد درمون میداره میره؟ اونجاست ساجی. اونجا قراره بریم. خوابیدیم داداش. وات حاجی، این چرا گرافیک بازی اینقدر خوب شد یهو؟ چرا کل بازی این شکلی نبود؟ وات حاجی، بازی این شکلی نبود نور پردازیشا. حاجی ریدم. چرا بازی یهو تغییر کرد؟ یعنی گرافیکش قشنگ از 2016 اون گیم اومده بود دیگه، نمیدونم 2016 رفت تو 2020. و خب یه چیز جالب احساس کنم اینم مثل فرام آزوراست. دقیقاً همون انمیای فرام آزورا رو هم داره داداش. یا بابا چرا الدن رینگ اینقدر اسکیه؟ خوشحالم که اول تجربهش کردم بعد اومدم دارک سولز. چون که مثلا اینا که همون تو فرام آزولا بودن، اینجا خود فرام آزولاست، قراره با یه اژدها درگیر شیم. چرا؟ با اون یارو داداش و خواهرم که خود DLC الدن رینگ بودن. داداش ایو داداش. بمیر. هولی شت باجی، گرافیک خیلی رفت بالا به خدا.
آخه میدونی موضوع اینجاست که بازی این شکلی نبود. یعنی اگه بازی میدونید من یاد چه گیمی میندازه؟ بذار بهتون نشون بدم. اگه بتونم آلت تب کنم پرنس آف پرشیا 5. این گیم رو نمیدونم کدوماتون بازی کردید ولی قشنگ خود تم پرنس آف پرشیا 5 اصلا خیلی عجیبه. این همچین چیزی داشت بازی نکرده بودم تا اینجا شو. خلاصه که آره تمش خیلی اون شکلیه. یعنی اصلا اینگاه دارک سولز اومدیم بیرون چی میازاکی دیوونه است چی. مثلا الان کل DLC الرینگو یه طرف بذار، اون پلتفرمی که به سمت بیل، اصلا خود بیل کلا یه بازی دیگه است چی. نامرد دارم صحبت میکنم، دارم از خوبیای بازی تو میگم. اوه اینجا باید نمیشه پرسک. اوه پشت سرم قلق آقا بونفایر اینجا کجاست؟ من نمیخوام با هیچ کدوم اینا درگیر شم. بونفایر گرفتیم. جی تموم شد. حالا وقت جنگه. مراقب هیچیش نشد. اوه بمبام هیچ کاری نمیکنن دیگه. بمبام کامل یوزلس شد. یه سری بمب دیگه فوت شده هم دیگه حمله میکنید. یکی هم اون بره. بلدم چیکار کنم. بشین داداش میشه گاه خوردم. مرسی تموم شد. بیا جلو. حالا تکی بیا جلو بهت میگم. وای آجی با این وضعیت کی میخواد نیملس کینگو بکشه؟ آجی کلش ماریه. فهمیدم کدوم ام پی سی هاست. ام پی سی های مار الرینگ بودن. سمت کی بود اون باس ماره؟ نه اینا همون انمی های فرامازورای خودمونن بابا ولش کن. بالاخره دری که وا میشود. او مای گاد تو. خب یه لحظه واسه من بالا رو یه ذره چک بکنم. او تایتن چانک. میتونم چیزا داداش چقدر گنده ای. اوکی یه لحظه داداش خیلی گنده و راه نداره. اوه بیا نزدیک بونفایر فایت دادیم داداش. حاجی چقدر گنده هستی. خود انمی‌ها فرامازولوس داداش این میتونست باز شه. ناموسن خود یه باسه. اوی خدا رول زدم. گیر کردم. بیا بزن حرکت دو. او آتش. نه اوی چیز استامینا. بوم بابا بوم ببین. wait a minute. خب اینم هست. سیکس پک داشتی اون زیر حواسم بود. تایتان چانک. او مای گاد تایتان چانک داره میده. بچه‌ها من باور کنید ماد نزدم. این چرا انقدر خوب داره دراپ میده؟ من حالا خب برم ریست کنم که به فنا میریم. خب بذار جلوتر بریم. خب دوباره حاجی این از بالا میپری میزنی خیلی دمیج میده. وای پدستک. کاش شیلد میگرفتم دستم این سرد شیر رو آپگرید نمیکردم. خوابسان. اوه مای گاد حاجی گرافیک خیلی رفته بالا. بابا شما این سنگر رو نگاه کن مجسمه رو. مثلا اوه باس فایت شت. اوکی داداش اژدها که دیگه واقعا بابا سایدیمون نه اصلا وای این فکر کنم ویپن خاص میخواد برای داداش 24 تا کلن بخوری. من نیستم اینو. راه داره آتششانی. بابا الان این چه باس فایتیه دقیقاً؟ من قایم میشم این تو اجدهای یاراش میان. بابا خیلی بد شد دوستان. آمادگیشو نداشتم اصلا. من الان خدا برو پایین بابا. نمیخواد الان پله استفاده کنی حتما. اسارت گرفتنمون دوستان. بدبخت شدیم. حاجی این خودیاشو میکشه. خب ما همیشه میمونیم داداش. یه چوسه اش پیش مونده. بزن بابا ببین
بزن بابا 7 تا کم نیست. بمیر دیگه. آفرین مرسی. تمام. یه 2 تا میریم بالاتر. سلام چقدر ترسناکی تو قربونت برم. what the hell. گرافیکت هم خیلی بالاست. آها داستش گرفت به کلمون. بابا بمیر. بمیر ماشتو بزن دیگه. ماشتو. خب اینم از این همش تحت کنترل. همش تا داستشو گرفتیم. اوکی داغ غلط کردم. داشتم اینجا راه نداشت. گایز امبرمون پرید دوستان. چیزی که اتفاقی که اصلا دوست نداشتم بیفته. به امبرم از دست ندارم. من عقلم از دست دادم. ببین قبل اینکه اجدها بیا اصلا اجدها نمیشه کشت. فکر کنم مثلا چیزا داره. بزن پلانجینگ اتک. وات پلانجینگ اتک میخواد. پلانجینگ اتک مگه اتکی نیست که از بالا میزنی؟ نمیزنه. وای بابا خب چجوری پلانجینگ اتک؟ اوکی شر راه داره. کی اجدها رو شون بر بود. اینجا هم شاید یه توضیح دیگه داده باشه. پلانجینگ اتک. اوکی گرفتم. وای نگو این راه رو 2 بار قرار بریم بیایم. بابا من اومدم نیملس کینگ بکشم. این چه وضعیتیه؟ موزی پشت دیوار قایم شدی. چپ و راست بابا نه. بابا خب رول سیمولیتور شد که باشه. باش من کلا رول میکنم. داریم میریم بالا. گرفتم. یه دورش بزنم اینو. برو بالا. گادمت. خب اینجا یه سنگر میگیریم. یه من میخواستم در امان اونا باشم. تو از وای خب الان ازمون میخواد بپری رو کلش. جدی what the hell. جدی weakness head. holy moly. bro what the hell is this. اوکی بچه سیف اومدم. یعنی رول سیمولیتور که سیف یه دونه خنجور از خود اژدها خوردیم کلا. ببین نکنه یکی دیگه هم باید بریم. آخه هدش اینجا میشه دیگه. فقط بابا نزدی. چجوری زدی خدا. بخور 2 تا پوشن بخوریم. الان سرش پایینه درسته. مرد. واه امبر کن. تو رو خدا منو امبر کن. امبر نشدیم. what نیملس کینگ این بود. نیملس کینگ اسمشو نخوندم. این بود. نکنه همین بود. رفتیم خداحافظ. همین. نگو تو رو خدا داشت مپ به این قشنگی ساختی. نه امبرمون هم کرد. خب نه دراگون هد استون. اوکی خدا رو شکر کردم همین بود. خب من یه چیزی راجع به اجدها بگم. ببینید من میگم دارک سولز بازی خوبیه و مثلا از باس خواهر فریده بدم اومد واسه اینه که باحال نبود. این باس باحاله. میدونید چی میگم؟ اون اسکلت کینگه بود. اون اسکلت تو تاریکی میومد. اون باس چستیه چیه ولی باحاله. مثلا یه سری از جاهای بازی یه باس اینجوری باید بذاری. اصلا من انتظار نداشتم بالا بپری اینطوری بزنیم. واقعا خیلی حرکت خفنی بود که مثلا اینا رو تو النی کلا ندیده بودم. یعنی اصلا فکر می‌کردم سوزای آره رول ولی دارک سولز واقعا من نشون داد که یه سری جاها خیلی خلاقیت‌های باحالی سر واسش خرج می‌کنن. حاجی احساس می‌کنم نیملس کینگ این شکلیه. به خدا بذار من نیملس کینگ رو سرچش نمی‌کنم. ولش کن نمی‌خوام اسمش. سرباز داداش یه سربازه. what the چه زره‌ای داری؟ من زره رو میخوام. گیر کردم به دیوار. بیا جلو شمشیر تو.
برق میگیرد هم حاجی میزنه. ای وای امبرم ازم گرفت حاجی. اینم مثل من سامن شد. انیمیشنه بود زیر پام زرد شد، اینم مثل من زیر پاش زرد شد. بابا گیر کردی لادر. چقدر مگه HP باکست بزرگه؟ آها کشتمش. اوه چقدر مسخره بود. سورد داد دارک بلاد گریت سورد. یه صدایی میاد زنگوله منگوله است. وای این دوباره اومد. اوه بی خیال. حتی شاید یکی دیگه است ها. اون سورد دراپ داد. این چی دراپ میده؟ یکی اونور داره آتیش میزنه. مرد حسابی بیا بریم با اون درگیر شیم. این حکایت ایرانی هستا. یکی داره از اون ور میزنتمون، ما باید با همدیگه رو بزنیم. بیا این ور فایت بدیم. بیا این ور فایت بدیم. دیوار بزرگترین دشمن منه. بک سپ دیگه بابا. بک سپ بود. تاجی اینجوری میکنه به خدا این پلیره. دیوار حاجی. دیوار بزرگترین دشمن تو این بازیه. بمیر. خب این چی دراپ میده؟ این احتمالا شیلد رو دراپ بده. هیچی دراپ نداد. دمش گرم. در دراگون سلیر اسپیر. دراگون سلیر چه؟ جا مزخرفه. ای چه شریه. می دارک سولز و کلا بازی سولزا که ویپن خفن لحاظ ظاهری ندارن. مثلا چی؟ من مثلا تو ورد اف وارکرافت یه مثال براتون بزنم. مثلا خیلی میگم مونلایت شمشیر قشنگیه. مثلا تو ورد اف وارکرافت میزنی مثلا ناکوین. این یکی از ویپنای داخل ورد اف وارکرافته که مثلا دیکه های بلاد فکر کنم دست میگیرن. تازه این یه دونه است مثلا. خیلی طرح داره، ولی توی توی الرینگ از اونجا که دارک فانتزی خیلی جدیه، یعنی نمیخواد از حالت واقعی بودنش در بیاد، نمیتونه اونقدر ویپنای خفنی بسازه. مثلا یه سری از ویپناش واقعا برام کلر دیدید. وای غلط کردم. نه خیلی ویپنای خوشگلی دارید. گاردم واجی صحنه رو نگاه کن. ولی نمیتونیم نگاه کنیم دوستان. نمیتونیم نگاه کنیم. رفت پایین. نیفتاد پایین. هیچکی نمیفته پایین، فقط منم که احتمال داره بیفتم پایینا. اوه حاجی خیلی صحنه خفنیه. تو رو خدا بذارید من یه خورده ببینم. برو چه قواله حاجی. عجب مپیه. کاش کل دارک سورس همین شکلی بود. ای بک اپ. اوه این حرکت ها کجا یاد گرفتی شیطون بالا؟ اوکی اینجا کجاست؟ اینجا نمیدونم. برو شما کجا بابا ریدم تو الرینگ. بذارید اینطوری. What the hell is this؟ این دیگه چیه؟ برو انمی آجی انمی. یک لحظه سایه شو دیدم. نمیخوام خودشو ببینم. یه لحظه میذارید من گو بخورم دوستان. من یه لحظه دارم من بازی تعریف میکنم. میخواستم بگم چه جای قشنگیه حاجی. عجب جای پشمریزونی. انتظار نشد. نمیذارم بچه. بابا دارم تو برو تو رو خدا. برو بزن. شت. صدا زنگوله این بود. اوکی با یه سرباز دیگه. چرا حاجی چقدر wait a minute بابا. یه دقیقه توف نکن تو صورت. ریدم تو استامینای کم. شلاق داره بردم. ما هم بازو شلاق داری. اوه اینجا بپریم نمیتونیم. وای حاجی چقدر خفنه. زرهشو میده بچه. اینو بزنیم بچه. این زرهشو بده بابا. بس یکی دیگه. هولی شت. اوکی بابا این همش سپرش جلوشه. اوکی. وای حاجی بونفایر خیلی دوره. نمیخوام زرت گوره بابا. تو ریدم تو زرت. چی هشدارا رو To travel to the pass of the dragon do not ring great bell. Great bell. Great bell. اوکی میگه do not ring the great bell. اوکی
Wait a minute. بیا ببین بغل بونفایر اشنوان عین خدا میمونه، فقط خدا میدونه. رول کرد بابا. حاجی احساس کنم زره پویز خدا بابا. آها حاجی من باید اینو بزنم، یه خورده طول میکشه اما باید اینو بزنم بچه. بایدی من زرهشو میخوام. البته چیزم ویتالیتیم نمیکشه زرهشو بپوشم ولی میخوام. زره خدا میدونه. باش بینم میگه که گریت بل رو به صدا در نیار. چشم اگه بتونم دست بهش بزنم چشم. اصلا دست بهش نمیزنم. اوه یه امبر داد، یه امبر داد. آقا این بمبا دیگه یوزلس شدن. اوکی من امبر رو میندازم. من امبر رو سیف کردم واسه باس فایت، ولی یه دونه امبر بچه ها گم شدیم. What the hell. فقط خدا میدونه. ببین الان الرینگ بود میپریدیم از اینجا میرفتیم. آی خدا. من برگشتم سر بونفایر و دوباره شروع کردم. بذار یه لحظه سولامو بردارم. یا سولامو بردارم. What the heck. آقا بیایید یه امبر خرج این یارو کنیم زرهشو بگیریم. باسه میتونه اونقدر سخت باشه حاجی. باسا واقعا دارن سخت میشه. اولش کو امبر رو سیو بدیم. البته باسی که نشه بدون امبر زدش کلا با امبر هم نمیشه زدش. اوکی اوه امبر چقدر بهش اضافه کرد. کاش سیوش میدادم. اوکی اینو میکشیم. حالا میریم سراغ اصل مطلب. داش تو رو خدا بیا. وای نگو یه بار میاد و دیگه نمیاد. وای نه فقط خدا میدونه. Bro to travel to the path of the dragon do not ring the great bell. Why do not. ما باید بکنیم این کار را. مسیر اون بره یا بذار ببینم. اینو ندیده بودم. این چی میگه؟ Nothing will remain once the bell has. میگه هیچی باقی نمیمونه وقتی که این بل رو به صدا در میاره. درسته میگم؟ آره حاجی این وای اونجا پلتفرم باس فایت حاجی. نگاش کن حاجی. نگاش کن پلتفرم باس فایت. بذار پس اون برو بگردیم حاجی. از این بر بیارم. خب این برم هیچی نیست. چون سری انمی تکراری. بابا میشه دست از سر من برداری؟ ببینم اینجا چه خبره. شاید اینجا باسا نمیدونم. این چیه؟ قبر. این همه راه به خاطر هیچی. غلط کردم. بابا یه قبر اونجاست. یعنی چی؟ خب الان وایجی قبره میدونی شبیه چی بود؟ قبره شبیه این قبرها بود که تو النی سوارش میشدی یه موج میرفتی. به خدا حاجی همونه داستان. بذار من سریع آیتم یوز بدم. شراین برو میخوام لول اپ کنیم. برمیگردیم اون رینگر رو به صدا در میاریم و تموم. یه سری رینگ من انداختم نمیدونم واقعا خوبه یا نه. همشون باعث میشه انکریس ریستورش چی بشه و واقعا راجع به کاوننت هم هیچی نمیدونم. اینم داشته باشید این کیس. انکریس اچ پی ریستور ویت استوسفلکس کام بیشتر اچ پی ریستور میکنن چون بونفایر هم لول 2. انکریس دیکستریتی واسه ویپنام دیکستریتی ان چون که فکر کنم نمیدونم دقیق. ریستور اچ پی ون ساکسس اتک دوباره اچ پی برمیگردن. بوست اتک ون اچ پی از لو چون من همیشه اچ پی لو بود. اینم انتخاب کردم. حاجی ایندورنس اصلا خیلی پایینه. یه دونه هم کمک خاصی نمیکنه ولی بازم خیلی پایینه. این خیلی زره ها موند. خواهر فریده هم میشه خرید. حاجی این زنه یه سری برق میفروخت دیگه برق نمیفروشه برا من. نمیدونم اون موقعی که ماد زده بودم برق میفروخت. ریپیر نه 3 تا امبر بده بیا. آها لول 9 شد حاجی. تایتان چانک میخواستی. من خیلی تایتان چانک جمع کرده بودم تو مسیر. حاجی لول 9 شد ایپن. جی آقا جی تمامه. خب دوستان تایمشه که بریم سر باس فایت. اینو بکشیم دیگه هرچی اینجاست نات ریمین میشه. هیچی ازش باقی نمیمونه. لیتس گو. گریت بل به صدا در اومد. دینگ. چی شد؟
اوه خاک گرفت یا تهران یا رفتیم تهران بچه‌ها. چه شد؟ What؟ اوه شوت. اوه نکنه باسش تو مهه داداش. خب این ما خب من میگم میگفتید سخته به خاطر اینه، پس تو مه قرار فایت بدیم ها. نه رو مه قرار فایت بدیم. واسه بچه‌ها یه چیزی رو من بگم اینجا قبل اینکه بریم سر باس های. تو الرینگ گفتم اگه این ویدیو قبل اون ویدیو نیاد، تو الرینگ یه جاش گفتم کاش میازاکی یه کاراکتری به دلخواه خودش انتخاب میکرد، میگفت که آقا این کاراکتر کانون بازیه با این برید، یا مثلا یه کاراکترهای دیگه باقیش میگفت آقا میتونم مثلا میگم اشنوان باشید یا مثلا کریستوفر نولان. خب چون کریستوفر نولان انتخاب میکردی حداقل میدونستید دارید با شخصیت فلانی بازی میکنید. میدونید چی میگم؟ الان واقعا عاشق این شخصیت خودم شدم. حاجی گرافیک بازی خیلی گرافیک بازی زیاد شده. من نمیدونم پارچه ها قبلا اینقدر گرافیک نداشتن. شما نگاه کن حاجی الرینگ بیشتر این جلال خالق. من تنها ایمپرووی که از اینجا به الرینگ میبینم موهاست. ناکن موهاش خوب نیست ولی خدایی نگاه کن چی چقدر کی دارک سولز من این شکلی شد. حتی یه سری چیزا بگم بچه‌ها، وقتی که این دارک سولز جدید رو نصب کردم یه سری چیزا خیلی عجیب شده. من اون موقع 9 تا فکر کنم 12 تا اسوس فلش جمع کرده بودم. این سری تو مسیر هر چقدر اومدم 7 تا بیشتر نتونستم استکش رو زیاد کنم و احساس میکنم یه نسخه اولیه بدون پچ شده است. میگید چی میگم؟ نمیدونم واقعا چجوری. امیدوارم DLC داشته باشه. باس فایت لیتس گو. میخوام بچه یه موزیک خفن که کینگ آف د ستورم. اینم نیملس کینگ نیست که چی؟ اوه چیه؟ هی مرد حاجی شبیه ققنوسه، یعنی انگار افسانه ها ایران برداشته طرف. این چه باسیه آقا؟ این چه باسیه؟ این چه وضعیتیه؟ خب به کلش فوا بزنیم، به کلش اوه سوارش هم میزنه. اوه برق پرواز کرد. اوه چقدر دمه. واجی 7 اچ پیم رفت. نه چقدر بارکلا. همین ادامه بده. بیشتر آتش بزن منو. داداش اون سوارش خیلی آدم رندومیه. داداش من این برم اصلا. اوه یه کارایی میخواد. ریدی یکی نوتا نشد. آقا میره برو نمیبینمت. یا خدا. اوکی تحت کنترل. همه تحت. بابا رفت بالا دوباره. بابا من نمیدونم این که میره بالا رو چیکار کنم. چرا اینطوری گفتم؟ نمیدونم چیکار کنم دوستان. بابا یه لحظه صورتم برگشت من یه نیزه سیمتریک. خب یه دونه زدم حداقل. چرا اینجوری نگاه میکنی؟ دوباره رفت بالا. احساس کنم بدوام میره با رفت اون. چه حرکت خفاجی. خیلی سخته همچی باس فایتی طراحی کردن و یعنی خود نیزه داره بالاش نمیدونم اینو نمیدونم چیکارش کنم. فقط همینو نمیدونم. تمومه باسه تموم. نه باسه تمومه. بابا نمیخوره. این آتیشه میتونیم سوء استفاده کنیم. بمیر بوم. یس. چاجی پشتپار یا خدا. وای سوارش هم باید بزنیم. آخ چقدر خفنه باسش. نه کشتیش. به یا خدا.
اوه قدرت برقشو گرفت. اوکی اوکی حاجی یعنی کجاست اوه 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 ریلکس بادی ریلکس. سیسو ببین حاجی، پلتفرم و سیسو، یا خدا حاجی چقدر خفنه. چی شد؟ اوه یس سر. آقا مردیم. اوکی من نمیدونستم باید سیف بدم واسه این فیس، پس اشکال وای امبرمون. اوه شت من اسمشو نخوندم. آیا این نیملس کینگ بود؟ بچه این بود نیملس کینگ؟ من اسمشو نخوندم. وای نکنه این نیملس کینگه. اگه این نیملس کینگه قرار نیست به این راحتی ها باشه فکر کنم. یا خدا فکر کنم این باسای سفیزیه. خب مثل مال نیاز هر بار بیایم بریم من اژدها رو بکشیم به هر حال. اوه این جدید بود آجی. یا خدا آتیشه خوبه. یکی دوتا سه تا یکی. وای میتونستم اگه خوب ایم میگرفتم. رفت بالا. وای خورد بهم. نمیدم. اوکی دو تا فلسپون سود شد. اوکی ببین خود طرفه بزن. تموم شد. آره نیملس کینگ گفتم حاجی، سختیش قشنگ نیملس کینگیه. اوکی ببین فایت اول فایت کامراه، فایت دوم ولی واقعا باید درست رول بدیم. حاجی یه چیز خوب باید رعایت کنم، استامینامون. وای دمیجو یکی دیگه میزنه، یک فرصت میده. یکی دوتا یه فرصت میده. یکی الان میاد نیومد. یا خدا اوه استامینا خیلی رعایت کنم. وای قشنگ اینجوری بود یه بار جستی ملخک، دو بار جستی ملخک. مولی آجی خیلی دمیجش زیاده و HP خیلی کمه آجی. دمیجش زیاده، HP زیاده و HP کمه. گاددم باید یاد بگیرم باسش بچه. فکر کنم یه 300 باری دیگه باید بمیرم. اوکی استگه شد. هولی مولی. اوکی استامینا. حاجی اینم یعنی باسش خودش فیز 2 داره احساس میکنم. بذار یه دونه ضربه بخورم همینجوری بک پدال میام یه امبر میزنم. اوکی الان وقت فایت. وای جدید بود. کاشی تیر کمون البته اینجا دارک سورز تیر کمون به اون خوبی کار نمیکنه. بارو اینم جدید بود. ای وای میرن یعنی وای جدید بود، حرکتو شهید بود ندیده بودم. اوکی حاجی چقدر واسه مهربونیه، سولمون رو همینجا میذاره ولی خدا وکیلی خیلی خوبه. اجازه نمیده اون امبری که دربارش صحبت میکنم و اصلا یوز بدم، یعنی یه دونه خوردی دومیشو پشتبندش میزنه. ببین من بتونم سر این اژدهای هیچی یوز ندم، چون همیشه با 4 تا استوس فلسک میرم سر فیز 2. ای یا رفتی پشت این مجسمه قربونت برم. مثلا تو امبر رو الان بزنم یا نه؟ چی وایس
بسا یکی بیا واقعا نو هیت باید بریم باسو. واسه الان میزنه بالا میخوریم. نه نخور بابا کجاست گمش نکن. 7 HP اومدیم آجی. وای گیریدی بودم. امبر الان وقتش امبر. 5 تا فلاسک امبرم ندارم دیگه. اوکی بابا وای دارم میدوام. الان ماش نگران. وای استوس فلاسکون بزن. الان میخوریم آسمون. اوکی وای چقدر ترسناکه باسش. خیلی ترسناکه. حاجی خیلی اومدیم. خیلی پروگرس کردیم. فکر کنم 10 تا 15 تا ترای دادم حاجی تا اینجا اومدم. وای اینو نباید بخوریم. 1000 تا داج دادم من اینو. اوکی وای اینم 1000 بار. خدا چی شد؟ حالا ایش کم شد کسخلم شدم من. کونبیاری رد کردیم. بدو نایب داداش یه چوسه دیگه مونده. کسخل بازی درارم خودمو میکشم. بزن یکی بوم. پونزده تا ترای. خدا عاشق واسای دارک سولزم آجی. همشون خوبم به جز خواهر فریده. حالا میتونم نفس بکشم دوستان. بهترین. ببینید من یه چیزی رو الان دوباره میگم، یه انتقادی میکنم دوباره کامنت منفی بگیرم. خواهر فریده مزخرف ترین باس دارک سولز دیگه. قطعا امضاشو میزنم چون که نیملس کینگ بهترین باسی بود که من توی سولز لایک تا حالا باش فایت دادم. نیملس کینگ، رادان پرایم، رادان بوغال، رادان همون تو کیلیت میکشیش، راداگون، مارگیت، نه مورگات، اون اولی نمیدونم کدومشه، مورگات، بعدش یه چند تا باس دیگه، بعدش مالنیا. یعنی نیملس کینگ شد دومی واقعا. و مزخرفترین باسایی که تا باشون فایت دادم تاپ 10 خواهر فریده است، بعدیش خواهر فریده است. پشمام ریخت حاجی از این باس. ببینید ساخته یه باس سخت کار سختیه. اینکه شما بتونین یه باس رو انقدر خوب سخت طراحی کنی که چه میدونم دهن ملت سرویس نشه، از اون ور بتونه اون بالانس بین سختی و خوب بودن باس رو بتونی رعایت کنی، واقعا کار سختیه داداش. کار هر کسی نیست که نیملس کینگ همه نکته های مثبت داشته جی. برو 10 از 10 بود باس حاجی، 10 از 10 بود. خیلی حالات با اینکه حاجی فکر کنم 15 بار مردم، ولی یه استراتژی خیلی خوبی به خرج دادم من. فکر کنم شما همین کارو میکنید. یه چند دست رفتم فقط رول تست، یعنی فقط رول میدادم، هیچ کار دیگه نمیکردم. چی بود براشیم؟ رول تست رفتم، بعدش هیچ امبری یوز نداده بودم.
رول تست رفتم باس اصلا یکش که اصلا دراگونه هیچی نیست. قشنگ میگم یه باس خوب یعنی این فیز اولش اینطوریه که قشنگ گردمت میکنه واسه فیز 2. فیز 2 هم شروع میکنی تمرین کردن. باز پترن داره، خیلی ایزی، یه سری حرکت‌ها داره که رولش رو یاد بگیری تموم. فقط یه نکته توی دارک سولز هست نسبت به الدرینگ، واقعا استامینایی که هیرو مصرف میکنه شدت، یعنی به شدت زیاده. یعنی یه دونه تو میزنی ناکنه نصفش خالی شد، ناکن رول اتک نصف بارت خالی شده. خیلی آجی اینش پشمیزونه، ولی من خوشم میاد دیگه واقعا اینجوری باشه. به هر حال اینم از نیملس کینگ. 10 از 10 بود. باز میگم نیملس کینگ بعدش رادان پرایم عالی بود. توی بعدی میریم سراغ DLC دوم یا نه هنو باس آخر نیست. نیملس کینگ باس آخره. لاست باس دارک سولز 3 نیم سول آف سیندر. اوکی سول آف سیندر باس آخره. آره به هر حال مرسی که تا اینجا ویدیو تماشا کردید. واقعا فوق العاده بود باسش. امیدوارم همینقدر که من حال کردم شما حال کرده باشید. پس اگه حال کردید لایک کامنت سابیاتون نره دوستان، و اینکه یادتون نره چنل دوم هم حتما سابسکرایب کنید. اونجا کلی محتوای باحال دیگه میذارم. یه طورایی میشه گفت نایب 2. بله هنسفری من افتاد یه دقیقه وایسید. و اینکه خوشحال میشم اونجا چنلمو سابسکرایب کنید و اینکه تا ویدیو بعد مراقب خودتون باشید. دوستتون دارم شدید. به مدت مدید تا ویدیو بعد جایی نرید.